خب الان قراره من لباسامو عوض کنم، برم لباس دیگه بپوشم، کلاه اینا عینک اینا عوض به همه چی و خیلی خوشحالم که اینجام. خیلی راه طولانی بود که این آهنگو ما بتونیم اینجوری درست کنیم و این ویدیو رو اینجوری بگیریم، ولی خدا رو شکر همه چی درست شد با کمک دوستام، فامیلم، پدر مادرم، برادرم و تمام بچه‌هایی که اینجا هستن، تمامشون. این آقایی هم که پشت کامera هست اسمش الکس، خیلی مرد خوبیه، به زودی اینم میبینین تو ویدیوهای من و دیگه منتظر باشیم واسه آهنگ دومم. با این آهنگ آتیش میزنم، با دومین آهنگ میترکونم. تا بعد.